چند بار برات پیش اومده توی یه بحث یا دعوا بعدش با خودت بگی ای کاش انقدر عصبانی نمی شدم، کاش میتونستم خودم رو کنترل کنم. یا مثلا توی محل کار یکی یه حرفی زده، تو هم سری جواب دادی، بعدش حس کردی اصلا ارزششو نداشت. خب منم دقیقاً این تجربه رو داشتم و میدونی چی فهمیدم؟ این که خونسرد بودن فقط یه مهارت نیست، یه جور ابرقدرته. امروز میخوام با هم بریم سراغ 4 اصل طلایی برای اینکه تو هر بحران، بحث یا حتی دعوای سخت بتونی مثل یه سامورایی خونسرد بمونی. این اصول رو از ترکیب 3 چیز برات آماده کردم: فلسفه میاموتو موساشی، سامورای شکست ناپذیر ژاپنی، روانشناسی مدرن و تجربه‌های واقعی توی زندگی روزمره. خب ولی قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، همین الان ازت میخوام زیر همین ویدیو کامنت بذاری و به هم بگی آخرین بار کی واقعا نتونستی جلوی عصبانیتت رو بگیری. اینطوری هم من میفهمم بیشتر روی چه موقعیتایی تمرکز کنم، هم جامعه‌ای از آدمای خونسرد میسازیم کنار هم. خب، بذار اول یه داستان کوتاه بگم. میاموتو موساشی یه سامورایی معروف تو قرن 17 ژاپن بود. معروفه که بیش از 60 دوئل واقعی داشته و توی هیچ کدوم شکست نخورده. اما راز موفقیتش فقط مهارت شمشیرزنی نبود. چیزی که اون رو شکست ناپذیر می‌کرد، ذهن آروم و کنترل شدهش بود. اون یه جمله معروف داره: وقتی درونت مثل آب آرام باشه، هیچ طوفانی از بیرون نمیتونه تو رو بلرزونه. این جمله خیلی ساده است، ولی توش یه دنیای فلسفه خوابیده. موساشی میگفت اگه در لحظه بحران احساسات تو رو کنترل کنن، قبل از اینکه شمشیر بزنی، تو قبلاً شکست خوردی. حالا بیایم این فلسفه رو بیاریم توی دنیای امروز. به جای شمشیر، ما گوشی و کیبورد داریم. به جای میدان جنگ، ما محیط کار و رابطه‌های شخصی داریم. به جای دشمن، ما آدم‌هایی داریم که شاید ناخواسته به دگمه اعصابمون فشار میدن. و اینجاست که اون 4 اصل طلایی به درد میخوره. خیلی وقتها توی دعوا یا بحث ما مثل توپ پینگ پونگ میشیم. طرف یه چیزی میگه، ما سریع برمیگردیم جوابشو میدیم. اون دوباره، ما دوباره و همینطور ادامه پیدا میکنه. ولی اصل اول میگه به جای اینکه توپ پینگ پونگ باشی، بشو ناظر بازی. یه لحظه از بالا به ماجرا نگاه کن. مثل کسی که روی صندلی نشسته و فقط تماشا میکنه. یه تمرین ساده. دفعه بعد که کسی صدات رو بالا برد یا یه پیام عصبی برات فرستاد، فقط 5 ثانیه مکث کن. نفس عمیق بکش و تو ذهنت بگو جالبه. من الان دارم میبینم که بدنم میخواد سریع واکنش نشون بده. همین آگاه شدن کافیه تا قدرت انتخاب پیدا کنی. توی واتساپ یکی یه پیام تند داده. به جای جواب فوری، گوشی رو بذار کنار، برو یه لیوان آب بخور. برگرد ببین هنوز لازم جواب بدی یا نه. 80% مواقع میبینی جواب دادن دیگه لازم نیست. موساشی همیشه میگفت ضربه‌ای بزن که نتیجه داشته باشه، نه ضربه‌ای فقط برای خالی کردن. ما توی بحثا خیلی وقتا دقیقاً برعکس عمل میکنیم. شروع میکنیم به غر زدن، داد زدن یا حتی نوشتن پیام‌های طولانی که هیچ فایده‌ای نداره. اصل دوم میگه ببین کدوم واکنش واقعاً قراره اوضاع رو بهتر کنه و فقط همونو انجام بده. مثال روزمره. تو محل کار رئیست یه انتقاد ناجور میکنه. خب 2 راه داری. همونجا داد بزنی و بگی شما اصلا قدر منو نمیدونید. یا خونسرد بمونی و بگی ممنون از بازخوردتون. میشه بیشتر توضیح بدید تا بهتر متوجه بشم؟
دومی، نه تنها اعصاب تو رو حفظ میکنه، بلکه حتی باعث میشه تو حرفه‌ای‌تر دیده بشی. یکی از تکنیک‌های روانشناسی مدرن اینه: وقتی یه احساس منفی میاد سراغت، فقط اسمشو ببر. مثلا به جای اینکه توی دعوا غرق عصبانیت بشی، تو ذهنت بگو من الان دارم عصبانیت رو تجربه میکنم. میدونی چرا جواب میده؟ چون وقتی احساس رو اسم گذاری میکنی، ازش فاصله میگیری. دیگه تو عصبانیت یکی نیستید. انگار داری یه ابر توی آسمون رو میبینی که فقط رد میشه. مثال، توی رابطت طرف مقابل یه حرفی زده که واقعاً ناراحتت کرده. به جای اینکه سریع داد بزنی، فقط به خودت بگو این ناراحتیه. من الان دارم ناراحتی رو حس میکنم. همین باعث میشه کنترل دست تو بمونه. بیشتر دعواها به خاطر اینه که ما میخوایم برنده بحث باشیم. ولی موساشی میگفت پیروزی واقعی اونیه که بدون جنگ به دست بیاد. تو هر درگیری از خودت بپرس هدف من از این گفتگو چیه؟ میخوام حقمو بگیرم؟ میخوام آرامش داشته باشم؟ میخوام رابطمو حفظ کنم؟ وقتی هدفتو مشخص کنی، میفهمی خیلی از بحثا اصلا ارزش ادامه دادن ندارن. گاهی وقتا کوتاه اومدن در واقع برد بزرگتره. مثال، تو فضای آنلاین کسی زیر پستت یک کامنت بد گذاشته. هدفت چیه؟ جنگیدن با هر کسی که تو اینترنت حرف منفی میزنه؟ یا اینکه انرژی تو بذاری روی ساخت محتوای بهتر برای آدمایی که واقعاً دنبالشن؟ خب، بذار یه بار دیگه مرور کنیم. 1. ناظر شو، نه واکنشگر. به جای توپ پینگ پونگ بودن، بازی رو از بالا نگاه کن. 2. انرژی تو جایی بذار که اثر داره. فقط واکنشی بده که واقعاً مفید باشه. 3. احساسات تو اسم گذاری کن. فاصله بگیر و خودتو با احساست یکی نکن. 4. روی نتیجه تمرکز کن، نه جدل. همیشه بپرس هدف واقعیت از این گفتگو چیه؟ این 4 اصل اگه وارد زندگیت بشه، کم کم میبینی توی هر بحثی، هر دعوایی، حتی سخت‌ترین بحرانها، آرامشتو از دست نمیدی. حالا نوبت توه. به هم بگو کدوم یکی از این 4 اصل بیشتر به کارت میاد. و اینکه دوست داری دفعه بعد من در مورد چه موضوعی حرف بزنم. اگه این ویدیو برات مفید بود، حتما لایک کن و به دوستات هم بفرست تا اونا هم این مهارت خفن رو یاد بگیرن. و یادت نره سابسکرایب کنی. چون توی ویدیوهای بعدی میخوام تکنیک‌های بیشتری از فلسفه سامونایی و روانشناسی مدرن برات بیارم. پس تا ویدیو بعدی، آروم بمون، عمیق نفس بکش و مثل یه سامورایی توی هر شرایطی خونسرد باش.